همسرتون همیشه سریال های ترکی نگاه میکنه؟ خودت عاشق عشق ابدی شدی؟ خب قربونه، دلیلشو میدونی چرا؟ دلیلش اینه که وقتی من و شما اون درامایی که بدن و روح و ذهنمون میطلبه، اون احساسای متفاوتی که باید تجربهش کنیم، اون حالتی از دوپامین که نیاز داره بدن ترشح کنه، اونو تو روابطمون بین زن و شوهریمون، بین روابط دیگه‌مون پیداش نمی کنیم، مجبوریم بریم جای دیگه دنبالش بگردیم، تو سریالا. حالا چی کار کنیم که این یک نواختی، این حالت کسل شدن و برد شدن از روحمون، از ذهنمون، از رابطمون از بین بره؟ مثلا من باغبونی دوست ندارم، ولی چون شوهرم عاشق باغبونیه باش باغبونی میکنم. این باعث میشه یه چالش اضافه بشه به رابطمون، چالنجی که من دوست ندارم اون دوست داره، بس میشه و این باعث میشه این حالت کسل شدن، یک نواخت شدن، برد شدن از بین بره و دوپامین دوباره برگرده. یا مثلا حتی تو روابط جنسی یک نواختی پیش میاد، کسل کنندگی پیش میاد، آدم ها از هم خسته میشن. حتی اونو میتونین یه تغییراتی بدین، یه چیزای عجیب غریب که همش میگیم ولی میتونین اونا رو انجام بدین.